This is a demonstration of Flip4Mac. بینندگان عزیز، از حدود یک ماه پیش یکی از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی در مراجعات مکرر به گروه خبری صدا و سیما در مجلس درخواست داشت که ما با ایشون مصاحبه انجام بدیم، چون ایشون خودشون رو به عنوان کاندیدای This is a demonstration of Flip4Mac. ما برای آگاهی بیشتر شما از اینکه آقای صراف چقدر آماده هستن که در این انتخابات شرکت کنن چند تا سوال از ایشون می‌خوایم بپرسیم. آقای صراف، آیا شما می‌دونید که چشم‌انداز جمهوری اسلامی، چشم‌انداز 20 ساله که سال پیش به تصویب رسید، چه هدفی رو برای جمهوری اسلامی در 20 سال آینده تعیین کرده؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. ضمن عرض ادب، عرض سلام به بینندگان محترم. تشکر از کانال 2 و به ویژه This is a demonstration of Flip4Mac. تشکر میکنم. اجازه بدید کنیم که با توجه به ایام گذشته خیلی معضلات و مشکلاتی که پیش آمده، اینا از به زور، از لحاظ بیکاری، از لحاظ اینکه اجرای عدالتی سینما، اینا و این اساس من مصمم هستم که به طور قطعی تصمیم گرفتم در انتخابات شرکت کنم. به نفع هیچ کس هم کنار نخواهم رفت. This is a demonstration of Flip4Mac. چشم‌انداز 20 ساله یک پاراگراف اصلی داره. اون شما ازش اطلاع دارید؟ اون پاراگراف اصلی چشم‌انداز چرا اطلاع دارم. اون اینی که انشالله تعالی اونجوری که هست باید به فناوری غنیسازی اورانیوم باید پیش ببریم و در حد صلح‌آمیزی اینا. اونم من توصیه کردم که نباید به تهدیدات This is a demonstration of Flip4Mac. به طور قطعی باید اینو اجرا کرد بدون توجه به تهدیدات دشمن اینا. آقای صراف، میدونین که هدف اصلی برنامه 4 توسعه کشور چیه؟ هدف 4 توسعه کشور این که به حال انشالله تعالی اونجور که معلومه به حساب اون برنامه‌های که پیاده خواهیم کرد به طور قطعی طوری پیاده بکنیم که اهداف انقلاب This is a demonstration of Flip4Mac. و بتونیم به مخصوصا به مناطق محروم و همچنین به مناطقی که به حساب در عقب هستن پیش ببریم. که یه سوال دیگه، شما می‌بینید در تولید ناخالص داخلی کشور چه فاکتورهایی مؤثره؟ در تولید ناخالص کشور فاکتورهایی که مؤثره اینه که به حساب به تولیدات اینا بیشتر توجه بکنیم که بتونیم This is a demonstration of Flip4Mac. معضلات و مشکلاتی که به حساب به وجود آمده از بین ببریم. یه سوال دیگه رو بیاریم تو بحث سیاست خارجی. شما می‌دونید عبارت مهار دوگانه چه معنی میده و از کی کاربرد به اون آغاز شده؟ مهار دوگانه اینی که به حساب بتونیم به حساب در مقابل به حساب تهدیدات دشمن بیسیم و This is a demonstration of Flip4Mac. دشمن نتونه به هر صورت به حساب به ما نتونه اصلا یه تیرم بیندازه. آقای صراف، شما میدونید که طرح آمریکایی خاورمیانه بزرگ چه مواردی در بر میگیره؟ بله، از به زور اونجور که معلومه این طرح امریکا و اسرائیل که میخواد با این وضعیت اسفناکشون که هنوز خودشون از بطلاق عراق نمیستن بیرون بکشن، همسن افکار رو This is a demonstration of Flip4Mac. خاورمیانه بزرگ ایجاد بکنن. اینا بدونن که مردم یعنی نظرشون اینه که ایران رو هم در داخل اون خاورمیانه بمونزنن. خیلی متشکرم آقای صراف. بینندگان عزیز، همونطور که دیدید سوالایی که ما از آقای صراف کردیم اکثرشون با جوابهایی که از ایشون شنیدیم هیچ تطبیق نداشت. من میخوام خدمتتون عرض کنم که به خاطر همین حضور برخی از افراد هستش که شورای نگهبان در This is a demonstration of Flip4Mac. 800 نفر از کاندیداهایی که خودشون ثبت نام کردن بررسی کنه، اما در نهایت فقط 10 نفر تایید صلاحیت شدن و فقط انرژی و وقت زیادی از شورای نگهبان و سایر دستگاه‌ها و نهادهای کشور گرفته شد برای بررسی این صلاحیت‌ها. چه خوبه که افرادی که آمادگی شرکت در انتخابات رو ندارن خودشون اصلا پا پیش نذارن تا این همه هزینه و انرژی از بیت المال کشور صرف نشه.
This is a demonstration of Flip for Mac. نه شما من هر چیز شما گفتم چشم‌انداز 20 ساله چیه؟ چشم‌انداز 20 ساله برای جمهوری اسلامی ایران باید در 20 سال یه ماه پیش مناظره رئیس جمهور آینده تولید ناخالص داخلی چیه؟ انتخاب منهار دوم. سلام علیکم آقای. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ خوبی الحمدلله. ان شاء الله موفق. This is a demonstration of Flip for Mac. در مورد انتخابات سازندگی و ببینید سازندگی مناطق محروم. یه سوال دیگه دادید من متوجه نشدم. یه سوال مردمیه. سوال من رئیس جمهور صدراف مابقی الله فنار درست. خدا حافظ شما. بله از بزرگ شما This is a demonstration of Flip for Mac. قصد خراب کردن یک نفری که میاد رئیس جمهور میشه یه نفر که پشت عنوان رئیس جمهور انتخاب مطرح میکنه باید از اصول کلی کشور آگاهی داشته باشه. آگاهی داریم. ما چشم‌انداز 20 ساله رو شما اون پاراگراف اصلی چشم‌انداز 20 ساله صحیح حساب دادیم شما به حساب پیچ دادی به This is a demonstration of Flip for Mac. مهار دوگانه یعنی چی؟ بله الان من دارم از شما مثلا مهار دوگانه این نیست. بله بله شما مطرح کردید. بله مهار دوگانه همونه که من عرض کردم. مهار دوگانه یک تئوری بود که آمریکا مطرح کردن برای مهار ایران عراق وسط همزمان. این مهار دوگانه. نه موضوعی که هر آمریکای خاورمیانه بزرگ چیه؟ در آمریکای خاورمیانه بزرگ یعنی اینکه ایران و نظامش از بین میبره خودش رو به حساب This is a demonstration of Flip for Mac. در کشورهای اون منطقه نظرش تشکیل خاورمیانه بزرگ نیست. اون تهدید به ایرانه. شما ایتالیا نری بیا بپرس از من. لازم صحیح نیست اونم از اون رو پخش بکنه ما. لازم شما خرابم کردی منو. ما چرا خراب شما؟ حالا من از گفتم درست بوده. شما عوضی میگی تا منو خراب بکنی. فهمیدی؟ از شما بعیده. از کجا آب خوردی من نمیدونم. This is a demonstration of Flip for Mac. من شکایت کی ولی میتونم یه ماه شما اومدید دنبال ما که یه مسابقه خطت چیه نمیدونم شعارت چیه میخوای چه برنامه چیه از من بپرس یه چیزایی میپرسی که برنامه چرا اطلاع دارم من گفتم درستم گفتم شما پیش میدی به جای دیگه یه ماه پیش از من آمده از من سوال مسابقه کنیم از اول معلومه This is a demonstration of Flip for Mac. میخواد منو خراب بکنیم زشت از شما اگه پخش بشی من شکایت چیوری میکنم پدر در میاره شکایت کنم من مسابقه دادم